گوید در دیوانه گستاخ و گزاف، تو مکن از سرکشی با او مصاف. آن که اینجا مست و لایعقل بود، بیقرار و بی کس و بی دل بود. تو زبان از طعنه او دور دار، عاشق و دیوانه را معذور دار. خوش بود گستاخی دیوانگان، خوش بود گستاخی دیوانگان. خوش همی سوزند چون پروانگان. در این برنامه میخواهم از جغرافیای غمگنانه ترین نجابت جنون چند کلمه برای شما حرف بزنم. غمگنانه ترین نجابت جنون در قلمرو زور و زر و عقلهای مزدور و زبون، به مثابه فریاد و فغانهایی پردریغ و درد از دور دست کویرهای حیرت و هیهات، در خاموشنای تاریکی بی فریاد. آن هم در روزگارهای تاراج و صلابت و سلطه زر و زور و بیداد، و زمانه جدایی دردناک فضیلت عقل از شرف و سلامت نفس انسانی، که پذیرفته ترین توجیه و تعریف عقل بر بدیهه جاری مثل بدیهیات رایج روزگار، تلون، حیله‌گری، قلاشی، قلابی و فرصت طلبی است و غلبه جویی به هر قیمت و وسیله‌ای که ممکنه. هوشمندی و فراست معنی متداولش خویشتن پرستی و کسب توانایی و توانگری است از هر طریق که ممکن باشه. و فضائل عالی انسانی قربت آلودترین ایام اسارت خود رو در نومیدی از هر 6 جهت می‌گذرانند و فریادشان ضعیفترین ناله‌های نشنیدنی زمانه است و بیشنونده ترین افسانه، محو و فراموش در هیاهوی بی حد و کرانه. جماعت و گروهی خاص، یا به قول امروز تیپی از قهرمان‌های حکایت‌های عطار در این مثنوی‌های مشهورش و مخصوصاً منطق الطیر، الهینامه، اسرارنامه، مصیبتنامه، عده جالب توجه عجیبی هستن که عطار از اونها به عنوان دیوانه، بهلول، شورید ایام، بیدل و از این قبیل یاد میکنه. عطار نه تنها زیباترین، لطیفترین، رقت‌آمیزترین، نه تنها گستاخانه و بی‌پرواترین، بلکه حتی خردمندانه ترین حرفهای خودش رو از زبان این گروه دیوانه بیان کرده. در خلال تمثیل‌ها و حکایت‌های کوچک مثنوی‌های عطار از زبان این تیپ و طایفه ما بزرگترین کلمات، تکان دهنده ترین حرف و حدیث‌ها و بیان انسانی ترین احساسات در دالود این شاعر عارف بزرگ رو میشنویم. شاعری که از دیگر حرفا گذشته به اقتضای شغل شاغلش عطاری که طبابت و دارو فروشی اون روزگارها بوده، کلمه‌ای که بیش از همه کلمات در اشعارش آمده، کلمه درد و خودش به راستی دردمندانه ترین شعرهای عرفانی زبان ملی ما رو سروده. و اما دیوانگان حکایت عطار چگونه آدم هایی بودن؟ من میخوام با نقل گفتنی هایی در این خصوص و بیشتر از خود عطار به همین پرسش پاسخ بدم. اما بگذارید پیش از خود عطار از یک مورخ و جامعه شناس و استاد فلسفه تاریخ در قرنهای گذشته، یعنی ابن خلدون، مطلبی در این خصوص نقل کنم. محصل گفتار ابن خلدون در مقدمه مشهورش اینه. من از ترجمه استاد پروین گنابادی نقل میکنم که میگه گروهی از مریدان متصوفه به حلول صفت و به ظاهر کم خردن که به دیوانگان شبیه ترن و با این همه مقامات و حالات صدیقان درباره آنان صدق میکنند و کسانی از اهل ذوق که با آنان تفاهم دارن این گونه احوال رو از ایشان در میابند. آن گروه به هیچ چیز مقید نیستن و از این رو به هیچ تکلفی سخن میگویند.
و شگفتی ها از ایشان سر میزند. حقیقت ذات بهلول موجود است، ولی از عقل تکلیفی که شناختن امور معاشه بهره مند نیست. این پایان گفته ابن خلدون. دیوانگان حکایات عطار و دیگر صوفیان حسابشون به کلی از بیماران طبیعی جداست، تا این حد که آدمی مثل سلطان محمود غزنوی در کارهای به اصلاح فتوحات و جهانگشایی های خودش وقتی به کلی حیران در میموند و نمیدونست باید چی کار بکنه، با دیوانگانی مثل قهرمانان حکایات عطار مشورت میکرد و حرف درست و راست رو بی شیله پیله بی ملاحظه از ایشون میشنید. حکایت از این قراره که این حکایت عطار هم نقل کرده که سلطان محمود در یکی از لشکرکشی‌های ستمگرانه خودش به هندوستان از بسیاری سپاه دشمن و ناسازی سپاه خودش و خستگیش ترسید، وهمش برداشت و با خود نظر کرد که اگر در این جنگ پیروز شدم اون چه غنیمت به دستم آمد اونو به درویشان میدم و زد و در این جنگ پیروز شد. غنایم بسیار زیادی به چنگش آمد، اونقدر زیاد که در وهمش نمی گنجید و یادش از نظری که کرده بود آمد. لشکریان و صلاح‌اندیشان اطرافش گفتن این کار درستی نیست که این همه غنیمت رو به یک عده آدم بی خبر بدی. هر کسی گفتن چندین مال و زر چون توان دادن به مشتی بی خبر، یا سپه را ده که کینه میکشند یا بگو کندر خزینه میکشند. شه در این اندیشه سرگردان بماند، در میان این آن حیران بماند. بلحسینی بود بس فرزانه بود، لیک مردی بیدل و دیوانه بود. میگذشتن در میان آن سپاه چون بدید او را ز دور آن پادشاه. گفت آن دیوانه را فرمان کنم، هر چه گوید او مرا من آن کنم. او چو آزاد است از شاه و سپاه، بی غرض گوید سخن این جایگاه. الاخر داستان که البته اون مرد دیوانه رو احضار میکنه و محمود قضیه خودشو با اون در میان میگذاره و حالا ببینید دیوانه چی بهش میگه. میگه اگه با اون کسی که نذر کردی از این پس دیگه هیچ سر و کاری نخواهی داشت، پس تو هم مثل من دیوانه ای اگه به نظرت عمل کنی. اما اگه فکر میکنی که باز هم با او سر و کار خواهی داشت، این باز همش خیلی عجیبه، فکر میکنی که باز هم با او سر و کار خواهی داشت، دیگه خود دانی. مقصودم از این نقل اینه که دیوانگان حکایت عطار چنین کسانی هستن، چنین خصالی دارن. ما باید از جهات مختلف خصال خوبی‌های این تیپ و جماعت رو بشناسیم تا سرانجام بتوانیم به طور کلی از موجودیت و چند و چون وجودشون شما و شمایلی در دست داشته باشیم. اما یکی از نکات اصلی که باید در نظر داشته باشیم اینه که بدانیم عطار فرق میگذاره بین این بهلول‌های دیوانه وش و ابلهان. دیوانه سخن بی‌پروا، پر عمق و عالی میگه، اما ابلهانه